بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و خواهران عزیز و جمله مسلمانان، خداوند همه ما و شما را در این بیماری که این حال در جامعه است که تا 30 اپریل یعنی کرانتین دوام دادن، خداوند همه ما و شما را نگه بداره و در حفظ امانش نگهدار باشه. یک مقاله فضل ابن عیاض رحمت الله علیه برای شما میخواهم برسانم. فضل ابن عیاض میفرماید که اذا قیل لك هل تخاف الله، اذا قلت نعم كذب و اذا قلت لا كفر، نعوذ بالله. فضل ابن عیاض رحمت الله علیه فرمودند که هر وقت که از شما پرسان کردن از خدا میترسی، اگر که بگویی که آره میترسم، پس بدرستی که دروغ گفتی، و اگر که بگویی که نه نمیترسم، نعوذ بالله کافر شده. در این حالت انسان باید چی کار کرد و جواب اون چیست؟ میگذاریم در یک قول یک اعرابی، یک شخصی بادیانشین. برای او گفتند که ای اعرابی، ای برادر، زنی تو از دنیا گذشت. این اعرابی باشد یگان تغییراتی در چهرش نبود. گفت هیچ گپی نه، یک زنی نو میگیرم، با که نداره. وقتی که از بین یک وقت گذشت، برای او گفتن که ای اعرابی، فرزندی که تو قدر دوستش میداشتی، مهربان بودی برای او، اون هم از دنیا گذشت. گفت هیچ گپ نه، پاداش اجر ثوابش از جانب الله منتظر هستم. دیدن که مردم در چهره او یگان تغییراتی نیست. از بین چه وقتی گذشت، برای او گفتن که ای اعرابی، برادری تو گذشت از دنیا. وقتی که این قول را شنید، در حال میانش قپید و گفت قسم الله ظهری، میانی من شکست. و این اعرابی گفت که بی برادر، و مثل آنی که به جنگ می روی بی سلاح هستی، و مثل پرنده هستی و پری نداری. و مخاطب دوستانی عزیز، شخصانی که برادر دارین به خاطر پول و ملک و مال دنیا، به خاطر زن و فرزند شده جنگ و جنجال نکنین، بینتون قهری نکنین، مهر و محبت کنده نکنین. خداوند همه ما و شما را نگهدار باشه. واسه بسیاری برادران میبین خونه، قدیشان هم صحبت میشیم، لگب که میدراین یعنی علم دارن در دلشان، میگه به خاطر زن فرزند شده اکو همون قدی جنگ جنجال شدیم، از خانه بیرون گمون کردن. بنابراین دوستانی عزیز، شما خودتون فکر کنین که از یک مادر به دنیا آمده هستین، از یک بطن، از یک شکم به دنیا آمده هستین، با هم کلان شده، در یک ظرف طعام میخوردین هر طور، به خاطر زنی که با همراه شما 5-6 سال عمر خود را ضایع کرده است، به خاطر هوای اکه و داده خود را از خانه بیرون میکنی؟ نه، به خاطر زن و فرزند نه. و هر کجا روی پیدا شود زن، هر کجا میره زن پیدا میکنی، اما اکه و داده اپا خواه را احترام کنی. و قدر امانی الله باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.